أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب وداع صاحبی ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. خب باب در مسئله وداع صاحب است. وداع یا وداع هر دوش یک چیز است. وداع یا وداع، وداع یا وداع خداحافظی کردن. خب باب در مسئله خداحافظی از صاحب است، یعنی خداحافظی با دوستت، با رفیقت، با یگان شناست. و وصیته و وصیت کردن دوست. وقتی که از یک رفیقت جدا میشوی وصیتش کنی. عند فراقه، در وقت جدا شدن. لسفرین، این جدا شدن برای سفر باشد مثلا، و غیره یا که غیر سفر. خلاصه وقتی جدا شوی که هستید باید وداع کنید، خداحافظی کنید و وصیتش کنید. یعنی وصیت به چی؟ به تقوای الله، به ترس الله و پرهیزگاری به این چیزها. و دعا له، و دعا کنید برای اون. باب همچنین در مسئله دعا هست، دعا کردن در حق مسافر و کسی که از پیشتون جدا میشه در حقش دعا کنید. و طلب الدعاء منه، و همچنین از او طلب دعا کنید او در حق شما دعا کند. پس این باب در همین مسئله ها برامون دلیل، تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولا دو آیت میارد. آیت یکم میگوید قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. میگه که و وصى بها ابراهیم، و وصیت کرد با آن، و وصی بها یعنی وصیت کرد با آن، یعنی با آن ملت و با آن دین و با آن آیینی که ابراهیم داشت، ابراهیم علیه السلام، بنیه فرزندانش را، و یعقوب همچنین یعقوب هم فرزندانش را. همین وصیت کردگی است. اون وصیت چی است؟ گفت که یا بنی، ابراهیم و یعقوب علیهم السلام گفتن که ای فرزندانم، ان الله اصطفى لكم الدین، هر آینه الله سبحانه و تعالی اختیار کردگی است برای شما دین را. اصطفا یعنی که اختیار کردگی است، برگزیده است از برای شما دین را. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نمرید مگر اینکه شما مسلمان باشید، یعنی با اسلام بمرید. تا زمانی که زنده هستید مسلمان باشید. ام کنتم شهداء، اکنون میگوید که یا بودید شما شهیدها، یا بودید شما شهدا یعنی شاهدها، شما شاهد بودید. یعنی که این را الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان کرد، زیرا اینکه یهود دعوا کردند که به پرستش خودشان، یعنی که پیغمبرشون دعوت کردگی هست. فهمو؟ بعد الله سبحانه و تعالی وصیت اونها را گفت که یعقوب و ابراهیم وصیتشون اینه که گذشتگان پیغمبرا گذشته وصیتش چی بود؟ ام کنتم شهداء، اکی این خطاب به یهودیایی که زمان پیغمبر هستن اونها است که آیا شما گواه بودید، شاهد بودید، حاضر بودید اذ حضر یعقوب الموت، زمانی که فرا رسید برای یعقوب علیه السلام مرگ فرا رسید، وقتی مردنش اومد آیا شما در اونجا بودید در وقت وفات کردنش؟ اذ قال لبنیه، زمانی که گفت یعقوب علیه السلام برای فرزندانش که ما تعبدون من بعدی، یعنی چی را شما عبادت میکنید بعد من؟ قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا. گفتن فرزندان یعقوب علیه السلام که نعبد الهك، ما عبادت میکنیم معبودی تو را، الهک و اله آبائک و معبودی پدرانت را که اون ابراهیم و اسماعیل و اسحاق است، الها واحدا که اونها بگیم الهی همه اینها، معبودی همه اینها یک کس بود.
ان همون یک اله را، ان همون یک معبود را ما عبادت میکنیم و نحن له مسلمون و ما به اون تسلیم شدگی هستیم. با اون اینه که با همون ذات یگانه، با همون معبود شما، با همون اله شما ما تسلیم شدگی هستیم. یعنی که الله سبحانه و تعالی برای پیغمبر فهمانید، رسانید که یعقوب علیه السلام یا فرزندان یعقوب علیه السلام برای عبادت خودشان کسی را دعوت کردگی نیستند، بلکه اونها یکتاپرست بودند، بلکه اونها موحد بودند. پس مسیحی ها را که یهود را چکار کردند؟ بگم دروغشون آشکار کردن که اینها در حق پیغمبرشون تهمت میبستن که پیغمبر ما را به عبادت خودشون دعوت کردگی است گفتن. خب سوره بقره است، آیات 132 133. خب اکنون بعد از این میگذره در قسم حدیث ها. و اما الاحادیث فمنها، یعنی که این حدیث، این آیاتی که حالا خواندیم، این چی تعلق به باب من دارد؟ تعلق همین است که وقتی وفاتش فرا رسید فرزنداش جمع کرد، یعنی که اونها را نصیحت کرد و وصیت کرد، چطوری که موضوع بابون وصیت کردن در وقتی جدا شدن از رفیق و دوست و شناس و نزدیکان هست. پس اونها را نصیحت کرد به یگانه عبادت کردن الله تبارک و تعالی. اکنون میگذره در قسم حدیث ها، میگه و اما الاحادیث فمنها، اما میگه حدیث ها، پس بعضی حدیث ها در این باب میارد. میگه حدیث 711 حدیث زید ابن ارقم رضی الله عنه، حدیث زید ابن ارقم رضی الله عنه است. الذي سبق في باب اکرام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این همون حدیثی که میگه گذشت پیشتر در باب احترام کردن خاندان رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال، در همون حدیث گفته بود که قام رسول الله صلی الله علیه و سلم فینا خطیبا، یعنی که ایستاد رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما همچون خطیب، یعنی سخنرانی را شروع کرد در بین ما. فحمد الله، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله را حمد گفت و اثنى علیه، ثنای الله سبحانه و تعالی را گفت و وعد و ذکر، و وعظ کرد و پند داد. ذکر یعنی که تذکیر داد و پند داد. ثم قال، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اما بعدو الا ایها الناس، گفت که آگاه باشید ای مردم، الا آگاه باشید، ایها الناس ای مردم، فانما انا بشر، پس گفت هر آینه من بشر هستم، من انسان هستم. یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبه، گفت که نزدیک است که بیاید به سراغ من فرستاده پروردگارم، فاجیبه، پس من قبول بکنم بگم رسول پروردگارم را، یعنی اجابت کنم اون دعوتی که من را با اون دعوت میکنه که به سپاریدن جان است. و انا تارک فیکم ثقلین، گفت هر آینه من ترک میکنم و میگذارم در بین شما دو چیزی ارزنده و قیمت بهای را. اولها کتاب الله، یکمش گفت کتاب الله سبحانه و تعالی هست. کتاب الله سبحانه و تعالی فیه الهدى و النور، در کتاب الله سبحانه و تعالی هدایت است و نور است. فخذوا بکتاب الله، پس شما بگیرید کتاب الله تبارک و تعالی را، محکم بدارید و استوار باشید هر فرمانی که کتاب الله برای شما میتید. و استمسکوا به، پس تمسک بکنید، قبض بزنید و عمل بکنید، پایبند باشید به کتاب الله تبارک و تعالی. فحث علی کتاب الله، پس میگه ما را تشویق کرد برای قبول کردن و عمل کردن به کتاب الله. و رغب فیه، ما را همچنین ترغیب کرد، تشویق کنند. ثم قال، پس گفت میگه و اهل بیتی، یعنی دوم چیزی که برای شما میگذارم اهل بیتم است. اذکرکم الله فی اهل بیتی، یعنی که الله را یادآور میشوم برای شما در خاندانم، الله را برای شما یادآور میشوم. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که است. و قد سبق بطوله، این حدیث با پررگیش در باب اکرام اهل بیت رسول الله گذشته بود. خب
این بود حدیث 711. بعد از این حدیث 712 و عن ابی سلیمان مالک بن الحویرث رضی الله عنه قال، میگوید که از ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی الله عنه روایت است که گفت اتینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید آمده ما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن شببتون متقاربون، و در حالی که ما جوانهای متقارب بودیم، یعنی که همسن سال بودیم. فاقمنا عند 20 لیلة، پس میگم ما اقامت کردیم در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه 20 شب. و کان رسول الله صلی الله علیه و سلم رحیما رفیقا، و میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار مهربان و دلسوز بود. فظن ان قد اشتقنا اهلنا، پس احساس کرد، گمان کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم هر آینه ما اشتقنا اهلنا، یعنی که مشتاق اهلمون شدیم، یعنی یاد کردیم خاندانمون را. فسألنا عمن ترکنا من اهلنا، پس میگه پرسان شد ما را از کسانی که ترک کردگی بودیم از اهل بیتمون، یعنی از خاندانمون کی را ترک کردگی هستیم، یعنی که پدر داری، مادر داری، زن داری، فرزند داری، برادر داری، خلاصه اینها را میگه پرسان شد ما را. فاخبرناه، پس میگه ما رسول الله را خبر دادیم، یعنی گفتیم که کی را باقی گذاشتگی هستیم در سرزمین خودمان. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ارجعوا الی اهلیکم، گفت برگردید به خاندانتون بروید. فاقیموا فیهم، پس اقامت کنید، زندگی کنید در بین همون اهل بیتتون. و علموهم و مروهم، و تعلیم بدهید، گفت اهل بیتتون را، و مروهم، و اونها را امر بکنید. و صلوا صلاه کذا فی حین کذا، و گو بخونید نماز فلان را در فلان وقت، یعنی وقتی نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم براش تعلیم داد. و صلوا کذا فی حین کذا، و بخونید فلان نماز را در وقت فلان. فاذا حضرت الصلاه، پس گفت که هنگامی که وقت نماز فرا رسید، فلیؤذن لکم احدکم، پس گفت اذان بگوید برای شما یکی از شما، یکتون بخیزد اذان بگوید. ولیؤمکم اکبرکم، بعد امام شود بزرگترینتان، یعنی که از بین تا کدامش که بزرگ سالتر هست، کلان سالتر هست، همون گفت چی شود؟ امام شود. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم براش یاد داد که چیکار کنن. حدیث متفقون علیه است. زاد البخاری فی روایت له، امام بخاری زیاد کردگی است در روایت خودش، میگوید و صلوا کما رأیتمونی اصلی. این 20 روز که با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جا که بود، پیغمبر براشون گفت که صلوا، یعنی شما نماز بگذارید، کما رأیتمونی اصلی، چطوری که شما دیدید من را من نماز میگذارم، یعنی به مثل من شما نماز بخوانید. خب این بود حدیث 712. حدیث 713 و عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال، یعنی که از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت است که گفت استأذنت النبی صلی الله علیه و سلم فی العمره فاذن لی، یعنی که اجازت پرسیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را درباره عمره کردن. فاذن لی، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اجازت داد من را برای عمره کردن. و قال، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه برام گفت که لا تنسنا یا اخی من دعائک، میگه گفت که فراموش نکنی ما را ای برادرم، ای برادرچم، از دعایت گفت ما را فراموش نکنی. فقال کلمتا، پس میگه عمر ابن خطاب رضی الله عنه میگه که گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلمه ای را، سخن میگه برام گفت که ما یسرنی ان لی بها الدنیا، ما یسرنی یعنی خرسند نمیگرداند من را، شاد نمیکند من را، ان لی بها الدنیا، هر آینه گفت من عوض کنم به همین کلمه دنیا را، یعنی یک کلمه پیغمبر برام گفت که اگر دنیا را برام بتیان عوضش نمیکنم، یعنی که کلمه بسیار عالی و بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه برام گفتک که لا تنسنا یا اخی من دعائک. و فی روایت قال،
و در یک روایت دیگر آمدگی است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفته است که اشرکنا یا اخی فی دعائک. اشرکنا یعنی شریک قرار بده ما را در دعایت ای برادرم، ای برادرچم. یعنی اخی یعنی برادری نزدیک و بگیم تصغیر در زبان عربی از محبت هم می شود، تصغیرش کردگی است برای محبت، یعنی برادر جانم، ای برادرچم، شریک قرار بده ما را، شریک قرار بده ما را در دعایت. رواه ابو داود و ترمذی. این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کردگی و قال حدیث حسن صحیح و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. خب این بود حدیث 713. بعد از این حدیث 714، این حدیث 714 انشاءالله درس آینده. این بود درس امروزمون. به همین درس امروزه با آخر تا درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.